دغدغه هایی ما داریم که حالا حجب و حیا یا هر دلیل دیگه اجازه نمیده که ما از پزشکمون بپرسیم. دیدن ویروس یا زگیل تناسلی مساوی با ابتلای اخیر نیستش. من حمید فضایلی هستم، متخصص جراحی. منهای اتاق عمل، برنامه‌ای که اومده تا تمام سوال‌هایی که پرسیدنش برای شما سخته جواب بده. HPV با استریل کردن پاک میشه؟ بله. بهترین مادهش وایتکس. مراجعه کننده‌های ما طبیعتاً دو دسته هستند. ضایعه رو در ناحیه تناسلی می‌بینند و مراجعه میکنن. یک دسته افرادی هستن که در همسرشون ضایعه تناسلی هست. شدیداً مراجعینی دارم که سکشوال لایف زیر 18 سال دارن و حتی با والدینشون مراجعه میکنن با زگیل تناسلی و این شدیداً درد داره. منهای اتاق عمل برای همین داره ساخته میشه، برای اینکه سوالات شما رو از کارشناسای ما بدون هر گونه رودرواسی بپرسه. ما اینجاییم تا سوالات شما رو جواب بدیم. منهای اتاق عمل برنامه خود شماست. امیدوارم که همیشه خوب و عالی باشید. ما رو پیگیری بفرمایید. ما هم تمام تلاشمون رو میکنیم تا بهترین برنامه ها رو برای شما بسازیم. عالی باشید.